من چرا همیشه دلم میخواست مثل علی دایی باشم؟ چون آقای گل ایران و جهان بود؟ نه، چون هم آدم مهربونی هم هوای همه رو داره؟ نه، دلیلشو میدونی؟ من والا بازی رو دعوت شده بودم، منتها خب به خاطر اینکه شنیدم که خب خودتون میدونید حالا فوتبال مملکت ما رو، فوتبال ایران و آسیا رو با اسم علی دایی میشناسن و خب شنیدم که ایشون نیستن، دعوت نیستن، حالا به هر طریقی گفتم ظاهرا نمیتونه بازی کنه آقای پرویز برومند و من راستش بخوام به خاطر این اتفاق خودم بازی رو کنسل کردم و نرفتم و خب بچه‌های تیم منو دعوت کرده بودن ولی به خاطر این موضوع من بازی رو کنسل کردیم و نرفتیم و فکر می‌کنم که اسم علی دایی خودتون میدونید با فوتبال ایران آسیا عجین شده و فکر نکنم که با کنسل کردن و بازی ندادن و دعوت نکردن از علی دایی خب اسم علی دایی خراب بشه، بد بشه و امیدوارم که دفعه بعدی که بازی‌ها برگزار میشه همچین بازیایی حتما دوستای ما کامل تمام بازیکن‌ها رو دوره هم داشته باشن و حتما هم علی دایی دفعه بعد ان شاءالله تو بازی باشه. چون همیشه دلم می‌خواست یه رفیق مثل کریم باقری کنارم داشته باشم. واحدی صاحبتون ندایی میتونه بندازه علی دایی